بله ایلالا. چه کار میکنی؟ همینا پا میکشم. خلاص نشو. نه. سیکو تو. بله. بیا برو در سرا چیز اینو. در سرا کی؟ پیش گیله کنو. برو سیکو بگویمی شیلیام و جوش تفت میدم از اساسیانه. او قیبس الدین دوتری نمیتونه جوش تفت پارسال هم عمل خراب کرد. چرا خود شما نمیریم همینا رو خلاص کنم؟ خود تو برو همه واسه چی زدگی مونده؟ خیلی دیگه مونده لالا. خود صحیحه برو. تو برو در سرای نوان واسه کار میکنم. برو. ادی برو گپ زنم. ها برو خود اینو کلا کیسه کو بکی. نوبت میگیرم. نوبت سکو بکی میدسه خوب. بگو 4-5 خروار هسته. خوبه. 5 خروار لالا. او. سکو. بله. علی فران قبضی خودیو. خوبه. عباس چیه؟ چه آتیش کو کت کنه داغ یا خلقه من کار میکنم. چه کار میکنی؟ بالاتر بگیره خودم کار میکنم. بابا جان یا خله ببینی تو آتیش کو داغ که یا خل آتیش میکنم خود گیله. بگو. سلام علیکم. مندر بار باشی. باشه کجی خالم سایه یارا خوش آمدین سلامت لیکم. باشی عباس تراش سنتراش شو قدی با. سنگی از مدن غب بر مزارم بیا که تو رم تفتم نموه. بیا بدم نسخه کردن علمان باشه بشه چیز قاله بری علیسه میشی خوبه. میگو بیلا. او. خدی تو گپ زن اونیا خدی عباس. خدی تو گپ زن اونیا خدی عباس. برو ما برو اینجا جای اختلاط برو بلد کار خب برو نمیبینیم ما اینجا گپ زنم این دیگه نبودم خودی چیه؟ چکی مسخری شیطان برکت یک ما بتاقتا خب من نفهم ندونی شهری دارم بیام مدرسه کنو تفجیش میدی. آها بیا برای من بیا خودی اینجا تو نفهم گم نمیگم برو. بیا خود عباس کم جوان بولاد کلونه عباس چو؟ بله. میگو برارمه. 5 خروار شلی داریم بفهمیدی؟ همین رو عباس! چیه؟ ارزو نگیری خودی کجیر گبزی به وقت کجیر زندگه خوبه. خود تو گپ زندگه که به ما میگی. خب گبزی تو ما چندی جوش میدی؟ ها؟ 5 خروار شلی دارم. خب تفتیم جوشتیم آماده کنی تیار کنی رو برای من با من رو سمن میدم تو چند نمیدی؟ راستم نیم که خیلیه دیگه تو هم دو من نیم یک من نیم هم بکی عباس میدم اگه من بیار نمه چی؟ آخری بگو. ها؟ آخری. تو سما رستما. دو من از تو یک من از عباس. نه بابا مغز سر تو خرابه سمن از ما یک من نیم از او خب که نوبت نمیرسه. نوبت تو بخیر خوشی دیگه سر روز دیگه باز سر روز با. آمینه از ما مالا لومت گردیونم اینا رو جشت این قرار که دیگه با میده نوبت تو نه دیگه اینه نیست جو. ادوار یک روزی جلوتر من خیلی خاطری. برای رو اینا خلاص شده دیگه خلاص شده چیزی میاد ده بوجه دیگه خب اینا خلاص شده کما. سیه. ها آخو کار نداری. بیا میمونه بده دیگونه. پول یک چیزی بده که نگینه من دیگه کسه پول بدو. بده به عباس به دست عباس دستم میسوزه بیا که اینجا بیا. آنی از یادی پیال بیمونه میدو. بس تو عباس من دیگه پول بچه بگی عباس چو یه مزیری پیال. آدیانی بیمونه بداد و نوبت نویش کس ندی. نوبت نویش کس ندی. کار نداری. جور باشه خداحافظ. روز سمن یک من نیم هم از عباس سیه. بفهمیدی سیه. آدم که شوری کردی با ازهری تو پس میدی خاطر کشی به شهریشه سمت تو بارا خوب یعنی خوبه. خوبه. با میام از شما خبرم میگیرم. چی عباس؟ هیچی بتون بارا. پولا پیش تو به تحتیشا نفته نمیفته. که با خدا تو رو مگذار پوش بیل بدون کش دکتر به دردتو نفهمه نه دیلی هم باش به کسی خوکا قایم کن. خداحافظ با خبری میگیرم. خوش آمده از اولکی شلی ننداختم برو
سو سیکو که بعد 424 کلاه ازری غلبی کنیه نه نگاه کدام غلبی نیه سیکو چیه؟ عباس یک کتری چیزی بگذار کتری بگذار که یک چای بخوریم بزنیم به بدن که به کل مونده شدم ها؟ مرگ پس وقت چیه؟ کسی بی هم بشه در صبح عباسو امسال بگه اول کن خدا کنه خرج زمستون خود بیری کنه گردن بعد باشه گوشتنگی موشا خونیم مال 2 میلیون میده گیلا گشته سلام جانجوره خیلیت جانجوره خیلیت سلامت باشی زنده ببریم چی ببریم؟ چیزا چی؟ همینا ها شهلیا رو کجا ببریم؟ شهلیا من ببردی تفتین جوجه و تفتین جوشه تف؟ خب که جی خود شما گپ زده؟ خود مادرم گپ زده خود من گپ زده کی نه دیگه خود تو؟ کی خود کینه یکی خو یکه کو نمیشه خود نه یک اشته یک نمیشه چند نفر شما کی نه دیگه خود تو که جوشه تف میده؟ یار میکنم من بیاغله من کسی رگیام همین جوجه تف ما که میدیم همین جوجه تف میدیم برار ما آتیش میکنم من جوش میدم تف میدم برارتون خاطر خودی پیار خوب سالا کار میکردی نه لگه چی فرق میکنه پیار ما و مادر ما و پیار برارتون چی فرق میکنه همه جوجه تف میدیم به شما گیلا گل ده اساس دی اونا دل جمع باشه بیتم ما هر چرچ مله میارم ماما خاطره بعد اگر جامال مرتکه میای روزی به خرج خو میای ما منطقه بی خرج خو میای چه بی خرج خوب ما مثلا پول خیلی میگیریم خوب جوش میدیم همین تا بر اینجا میشه اندازه سون بگو سه بعد چه بدک باشه به کفگیر خوبه درسته برو بیارم حالا که اونا یک بیجی دو بیجی نیه کمه بیارم کو ما ده تو دیگه به هرچی پیش آمد خوش آمد پیش خور پاک میکنی ما دیگه از صبح تا به گل صبح سر شیلیا چف میدیم هم دیگه عرق ندارم انگار کمر به کاربار انداختم حالا که میگم اینا یک بیجی دو بیجی نیه که اونا ما به کفت خو کنم یا یک بیجی به کفت تو کنم بیارم اینا پایین خرواره دیشا بفهمیده چگار شد چگار شد؟ سر شیلیا خیلی بدم یک بار جوش تو خیلی شغله خور بنداخت شغله بنداخت همچین که کلاه بر بگیری و فرار کرد شغله چیه؟ شغله اونو که خربزه میخوره شغله شغال نه شغله تو بگو به مادر خوب بگو شغله رو میشناسن یار تو هم مادر میشیارتری میدی برو حالا میگم اونا رو به تاس چرخ چیزی خب بار کو بیان خلاص شو واسه برای تو بگو امرو نوبت مانه امرو نوبت چه مالی بیا که من لازم تاوه سه برو آنه بار میکنم اونا رو میارم اونا کل نمیشه که کیف خوبه برو سرگی تو چه باسکل شکستی خور به جون نزدی آسار عتیقه 18 ساعت خریدم میشه 18 ساعت خریدم سر کله تو هم به موزیام بگه بودیشته گای رد میکنه برو میارم مرتا که دیونه برو خوبه خوبه یار تو به اون باسکل همین سلام داشته خواهیم بخیر سلامتی شکر زنده باشه کوکو جمعه بر اینجا آمده شاشوانی آماده خود ما ماستین بیاریم دیگه خیلی رمو بیام اگر سنده بیام اگه تو آماده هم بگیشته بینیم آه دیگه آماده زحمت باشه. شما نشد بگیریم به سرگونیز بگیریم بالا کنیم ما هم 12 منه دیگه نیه ها دیگه 50 کیلویه دیگه
آه در جمع باش اضافه میدین کم نمیدین خیر بریم آقا جون. شما هم خیر بینید خداحافظ. شما خدا.